قهرمان بودن برای یک مرد نیاز و نگرانی مرده که قهرمان جلوه بکنه و حس خوبی از خودش داشته باشه که قهرمانه. چرا که نه؟ مگه ما زنا کمتر از این میخوایم؟ ما زنا یعنی نمیخوایم مردا قهرمان باشن؟ هممون داریم دنبال یه قهرمان میگردیم. کی برای یه مرد قهرمان بودن بسه؟ هیچ وقت. دلیلش هم اینه که قهرمان نمیکننشون مردا رو خیلی از آدما. و همین علت خیلی از مردا مزه این قهرمان بودن براشون وجود نداشته تا حالا. یعنی یه بحرانی هستش. پس وقتی که یه کسی از راه میرسه و این مرد رو قهرمان میکنه، اون مرد به طرفش جذب میشه. خیلی از مادرها فرزندانشون دلیل اینکه وابسته‌شون هستن به خاطر که فرزندان پسرشون رو قهرمان میکنن و چون این پسر رو قهرمان میکنن، این پسر وقتی بزرگ میشه برای قهرمان بودن به مادرش میچسبه. حالا شما میخواین اون مادر رو و اون عامل قهرمان بودن این مرد رو از بین ببری بدون اینکه بدون این قضیه چی هستش. و اگر این کار رو بکنین، رابطه خودتون رو با اون مرد نابود